نوکری معنی داشته باشه. از یه جایی اون برتر افسار زمونه که از دست آدما در بره واویلاست، دیگه نمیشه جمعش کرد. تو دختر لایقی هستی که اینا رو بهت میگم، وگرنه با زن جماعت 3 تا حرف بیشتر نمیشه زد. یکیش لابد شوری و بینمکی همون دیگ آب گوشته است، یکیش خاک سر تاخچه، یکیشم وقت بچه پس انداختن. من تای حرفم با توه. این البته جدا از باباته که خب از قدیم الایام زیر سایه خودم بوده و هست. دختر جون، اونی که بخواد بیفته جلو به خیالش بزنه که باید چرخ و هل بده، یه جایی میبره، کم بیاره، زیر همون چرخ له میشه. من نمیخوام چرخ و هل بدم، دارم زندگیمو میکنم. زندگیتو نمیکنی. زندگی زن همون 3 تاست که گفتم. این که رخت مردا رو تن کنی، عین مردا کار کنی، به همون چیزایی فکر کنی که مردا فکر میکنن، یعنی زندگیتو نمیکنی. چسب به زندگیت. یه روز برسه که بگم بیا آمپولمو بزن، بگی نمیتونم، گرفتار شوهر بچم. میفهمی چی میگم؟ بله. تو دختر عاقلی هستی، زودتر شوهر کن، شوهرت بیار سر عقل. اونم تو این روزا که از هر سوراخی یه شری شره میکنه. آقا اینجا قایم شدن؟ 1 ساعته دارم دنبالت میگردم. ببین خیال نکن منو قال بذاری جیمشی قصر در رفتی از جواب دادن. عذر و بهونه نیار، تفرم نرو. دیشب سرت به کدوم آخور گرم بود نصف شبی برگشتی اونجور مست و پاتیل ها؟ لابد که از همین ضیافت زیپوریا با همون انترلگوریا. با تو هم قباد مغور میای یا به آقا جونم بگم بیاد؟ تو چرا هر وقت به نفعت نیست کرولال میشی؟ چی ور ور میکنی زیر لب باز خودت؟ بلند بگو جرأت داری.